بچه نیک ماما سیگرت میزنی بچه؟ تو را چی کاکا؟ مستی توقع را نداشتم. پدر چقدر خوب آدم است. تو را ببین باز. حال مشکلت نیست. مرا چی میگنی سیگرت ما چی میگنی کاکا؟ ایلا به چیزها به دردت نمیخوره. تو را چی کاکا؟ عیب جوانیت نکرده. چیزی نمیگه. تو چی کار هستی که برام مقصد پدرت هستم. تو چطور کردم از زبان بازی میکنی؟ ما چی که هستی؟ بیشی بیادب. تو باش ما پدر ما با جانت گرم. سلام علیکم کاکا. و علیکم سلام. خوب هستی؟ ماشاءالله بخیر هستی؟ پدر جون خوب هستی؟ والا شکر زنده باشه. خیرتی بود چرا لالا رو زدی؟ هیچ والا بچه دوستم بود سیگرت میزد. یک ساعت نصیحتش کردیم مگر بسیار بیگفت بچه بود. خیر است بازم کار خوب کردین دیگه. با پدرش حوال بتین باز. والا ببینیم بخیر احوال میتون بده. خو خیر باشه با ما چیز خدمت بخیر باشه. وقتم خوش. پدرت سلام بگوی. خدا. سلام علیکم. و علیکم خوب هستین بخیر. چطور کار هستین بیادر؟ بیادر تو چی کار هستی که بچه مرا قید قفاق زدی؟ سرتان در پارک شیشته بودن سیگرت میزدن. دیدمش نصیحتش کردم. بسیار زبان بازی میکرد. تو را چی به سیگرت از خودش جوان است هر چیز میفهمه. ما از روی کتر میشناختم. یک رفاقتی که بین ما و تو بود از خاطر میره نصیحت کردم که چیزها به دردش نمیخوره. فردا پودری میشه. آستا از همین سیگرت شروع میشه. رفاقت ما در جایش تو از این معذرت بخوای بچه مرا قید قفاق زدی. تو چی کار هستی؟ میبخشی بچه. من کارم غرض نمیدونم. خودت میفهمی شکر اینه پدر جانت میگه این سیگرت که این پا نکرد. یک چای که ما نمیخورین. برین بخیر برین. بچه کاکا نیک محمد هستی؟ تو را نصیحت میکردم تو راستی پودری شدی. ما باید پدرت را پیدا کنم. خب چی رقم؟ این بچه ماست؟ همو وقت بچه؟ کاکا سعی کن. ساله؟ چطور هستی بچه؟ بته سیگرت هیچ چیز. همو وقت کاکا روید که برات نصیحت کرد گپش قبول نکردی. حال هم سر وقت است به خاطر تداوی ببریش. نصیحت یک نفر میکنه. حالا کاش که گپ روحیت بیادرم قبول میکردم او به خوبیش میگفت. امروز ضعیف چی حال هستی بچه؟ من چقدر اشتباه کردم سر روحیت قار شدم. ای خدا. بازم سر وقت است ببرینش به خاطر تداوی.